یک دنیشیم یک دنیشیم یک دنه راسته خمد میگه یک دنه آخر تو بخشیم که دست بگیرید که این کار وحدت اللهم صل على محمد و آل محمد رو قبله ارواح طیبه شهدا صلحا انبیا اولیا بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشی. موندی در مسجد لوتو آن چادرش قبلا برگرده قرار طبقه دومش بیسازه انشالله که خوبی باشی تمام شنه زودی بریم ببینیم که چی خبره. کارگرها مشغول کار این چادر رو برخوده اینا آخرین چوبایشه که اینی آقا اصغر میشم استا یعنی نماینده اصلی که خیلی کار بونه ماشاءالله خدا اجرش ویدیو خیلی دیگه زحمت میکشه. این چادرش تازه بار کده دیگه یه اتاق غذا خوریش که قد سنگش چین داشته دوستا خیش چیزی ده. سلام علیکم. و علیکم سلام. مندن باشی. شکر شما خوبه؟ صحت خوبه؟ جان چیم جوره؟ خیریت دارین؟ کارشم پیش رای تو راست کارایشم گذار است انشالله. تا کارا دیگه تقریبا بگیم که تازه دیگه شروعشه. چند روز میشه این چادرش برگردن؟ 3 روز میشه این چادرش، بلکه 3 روز دیگر بیله می تختای ازی خلاص شده. چوایش امروز آخریه دیگه؟ با امید خدا روز آخریه. کارای خیشت میشی در کجا رسیده؟ کارای خیشت چه خیشت دیگه درو میزنن، خیشت مالاک درو خیشت میزنن او بیچارگو میزنن دیگه. تباله پیسه درک نداره. خب هیچ پیسه ندیدن؟ پیسه که 1 روپی ندیده او نه است. 6-7 خیشت دیده ولی پیسه هم درک نداره. خیشت که زیده چه که خاکشی که آوردم من برادر 100 موتر خاک آوردم زینه هم ندید. پیسه که وجود نداره. خب از تمام شه برادرای پاکستان 1,74,800 روپیه بخشیز مرا یک داد. خب آفرین. دیگه اونمو برادر جنزیز تبال قنجقه زو چالان کده. خدا خیر بده. یعنی استاد جان محمد را برادر جان عزیز 8 روز خدا اجرش بده. 8 روز برادر جان عزیز ما دنمین جه اون سنگار که میگیرنی سنگایش چین. سنگار چین دو دیگه باقی دیگه کارایش همی تو منده دیگه فهمیدی؟ دیگر خشتای پخته را. خب خشت پخته اینجا پیش مجد فهمیدی نه؟ یعنی خشتش خب اینجا یعنی که است برادر یعنی خشت پخته شه فهمیدی؟ آره. یعنی میره برادر جان عزیز 4-1 زدم. خب 4-1 خشت زدم. درست برادر ماشاءالله خشت هم زیاد زده. نه نوس منده پرانش ده. آره نه 25 متر خیلی خشت میده. آره 67 بوجیر زدم. 67 بوجی درست. 67 بوجیر زدم. یعنی 3 بوجی دیگه بازم میزنه. نه آره شاید 40 بوجی. شاید 40 بوجی دیگر که دیم پورک نه. آره دیگه یعنی می کارار کدوم. خانه اون مو سنگ کلان جابه که در پالوی مسجد بود. آره اینجا کلان سنگ. اون مور برادر جان عزیز شین یپانه کدوم. یعنی میره که برادر سنگ چینده
که اینمی اتاق 8 متره هم نمازخانه او هم غذاخوری هم غذاخوری اینمی باید شونه فهمید یعنی آره یعنی اتاق اینمی 8 متر میه درست پشت از اینم پراشوت گرفتم به خاطر ازی که نم ندیه فهمیدی این تو کارا یک کلکین از این طرف میه یک کلکین از پشت سر میه آره چون تاریک میشه آره یعنی کارا رو کردیم فهمیدی نه بعد این چوبایی که از بال تاکدین از زیر آن چادر اینا دوباره استفاده میشه یا نه اکثرا میشه کم و بیشی دیگه کم و بیشی که قابل استفاده است از برادر جان عزیز برادرای بله از خوجه از نعیم که سرشاخ تلبیستو و سرشاخایش اینجا کار میه دیگه این چویشی در خرید نیه خب کمک کده برادرها چویشی دیگه یک دانه در خرید نیه به غیر خانه شدم در ریرمه و سفید سنگ و برادر در بلناس خوجه حتی تا غوغر هم رفتم رفتین اون برادر جان عزیز اما خرج تیل موتوریم را حقیقتا که بگیم خدا خیر بده یک دنه خیر از ریرمه برادرایی که خیرن برادر جان عزیز گفته امو تیل موتور تو تیل موتر تو ما در خدمتی ما برادر میدیم اما دیدم خانه پدرش آباد دیده خب قنجقیم همکاری کده یک جهان تشکر از لطف از وا از مرحمت از وا این عالم برادر جان عزیز کارا را علمی تا اینجا رسندم فهمیدی نه این مالی یک تون آین میخواه فهمیدی نه یک تون آین در کار داره اینمی بلده رینگ و سرطاقه اینا آره بخشی رینگ ازی یک تون برین بال آهنج هم آوردین سفارش دین چی رقمه؟ سفارش دیدم پیسه نیه تبالا پیسه نیه درست پیسه وجود نداره همونطور که گفتم که آهن برادر جان عزیز از غزنی قنجقه آهن فروش گفتیم فهمیدی نه رایینیم در مرحله بعدی تا یک هفته را ما بخیر پیسه بخشه تو از برادرای خارج و دیگه همجا در تماس میشیم جور مونیم پیسه ترینی خب دویم دیگه شه اگر رفت تو برادرها کنه مسجد لوتور بلد هستن خب دویم اگر پیسه را اگر کدام کمک و امداد و کنه دم آته میدی که در پاکستان که آته میدی که زنگ ده دیگه در مو میرسه فهمیدین در پاکستان 80,000 افغانی انمال برادر جان عزیز فقط از اینه کمیر بخیر در سر برسونم چادر پوش کنم اگر چادر پوش نکنم 25 متر برادر جان عزیز یعنی درازی ازیه خب 25 متر درازی 8 متر برزیه خب این در برف جروی سمت نمایه فهمیدن نه خیلی این مجبورین که برادر آین چادر را ما کنی ریالی آین چادرش که شما خطا دیدن بردن پایین چوبا و آین چادر اینا دوباره استفاده میشه قابل استفاده است نیست اکثرا شی قابل استفاده میشه خیلی کم شی یعنی خرابی زیاد نداره دیگه انشالله را با امید خدا را خیلی در احتیاط کشیدم این چادر چی را برادر جان چوبایش را که دیگه خرج برادر جان عزیز بل نکنه فهمیدی نه خرج اضافی خب درست اضافی هم اینجا میشه که برادر جان عزیز 8 متر اونجا بگر 8 متر اینجا برادر جان عزیز اینمی سنگچینیر که میگیرنی 8 متر این منه چیز خلی اتاق چی آشپزخانه زیر از این میشه برادر جان عزیز یک 8 متر نانخوری فهمیدن غذاخوری هم غذاخوری هم نمازخانه فهمیدن درست هم نمازخانه هم غذاخوری او بلیزی که میه یک دنه دالیز میه فهمیدن خوب این دالیز هم پوره همو 8 متر میه خو قد 8 متر میشه برادر جان عزیز 25 متر خو 25 متر کلا درزیش میشه درزیش 25 متر برش میشه 8 متر خو یعنی مجبوری که برادر جان عزیز این چادر کنی که این چادر نکنی نه این چادر نمیشه سخت یعنی میتر برادر جان عزیز هزار از مر باید قوما و برادرها که در هر کنج دنیای انشالله که قوما و برادرها بیشن کسایی که خیرن میخواین کمک کنن انشالله خانه ابوالفضل شریک باشه
دیگه ما این برادر جان عزیز ما یگانه این خدمتگزار هستم. خب آره محمد علی کسته یگانه خدمتگزار این جامعه این ابوالفضل این قوم است. تشکر. خدا اجر پاداش بده شما را ان شاء الله که سلامت و سرفراز باشین. یعنی قدر کارهای اونمو برادر جان عزیز خشتای خامه که درو کشورهای اروپایی هم کس هنوز پیسه روان کده نکده؟ نه غیر یک گومان که گفته که ما 50,000 کلدار رایینم. گومان از کشور استرالیا، از استرالیا. صالحی. آره دیگه از جمله برادر جان عزیز داوود حاجی قوات اونمو گفته که از اینه فرش در گردون از ما. خب فرش ما میدیم دیگه تقریبا یک 20 قلیبچو از طرف آتش یکی ورد دیده دیگه امو مجیدی که جور کنی امو فرشی را بچه حاجی قوات گفته ما میدیم. 74,800 روپیه که دیست شمور است ده اون از پاکستان. خب انشالله که خانه ابوالفضل دیگه انشالله همه کمک مونه دیگه. آره اونمو که در دسترس از ما برسه ما میگیم اونمو پیسه دیگه. از این برادرایی که در کشورهای ایران مثلا در شهرهای افغانستان است از اینجا هم کس کمک کرده نکده؟ نه تبال نمده. اگر کمک هم در دل چی باشه که رایق نه ما برادر جان عزیز این میر ما در خدمت مردمیم این یگانه خدمت گذاریم. از اول چند بودم عالی هم هستم اونمو برادر جان عزیز این ولی که منتظار برادرای خارجی ها هستم از داخل که چیزی جور نمیشه. نه از داخل اره انشالله یعنی از اینه از این تقریبا جانی هیچ کی نشنه امو هیچ کی امو کم مصرف که کنیم برادر جان عزیز یک 6 لگافت لگوغانی میشه فهمیدین؟ آره ولی 6 لگوغانی از لوتو بور نمیشه. تخمینا شما شاید هم بیشترش نگید. آره چون هزینه همه چی گرانه در این سر روز. آره خیلی قیمتی خیلی زیاده. دیگه ما امیر در حساب 6 لک گفتم. آره. ولی در 6 لک مت فقط یک مت میشه که گل بلگیل میشه. خب آره دیگه ما این چادرش هم بلش پشت نخواد شنه. آره این مال سخته دیگه. 80,000 افغانی که فقط یک موازنه چادر شه. 4 دانه رو نموداد که دور زیدوم برادر جان عزیز امور را تکه دیدم. از خوجه سنگ ماشه. از خوجه سنگ ماشه. اون مو تکه دیدم که برادر جان عزیز امور را تا لوتو را در 8,000 افغانی برسن مد باشه من. اما 8,000 افغانی شتوال درک نداره که ما بیدیم ما را. خب که مو چور بیره ما 8,000 افغانی ندارم که بیدیم. والله رقم خیلی سخته. دویم دیگه یک 60 نتیر آته می دیده. خدا مسافران چرا نگاه کنه خود چرا نگاه کنه. خدا اجرش بده که اورم برادرم اورم زیدوم تمام کارایش کدوم. آره این مال امو ازینی زور ندارم که بیرم فهمیدی نه؟ درست دیگه این کارار کدوم. خب دیگه یک چند دانه تقریبا یک 18 دانه متر 20 دانه چو از رایرمه تلویستم که واره آوردم. سفید سنگ یک 12 تیر 13 تیر که از وا تلویستم اموار تبال نوردم چوار زیدم ولی تره فهمیدین؟ از اینش هم نیه که ما اونمور برادر موتر کرا کنم بیرم. آره والله خیلی سخته دیگه این مال برادرایی که در خارج از این چیزی جور نمیشه. خب نه از این که افغانستان دیگه اون از این چیزی جور نمیشه اون نیه. این مال زوستو میگیم که برادر از ما پیسه میطلبه که پیسه بدی. ما میگیم توکل به خدا تو بشتی که امی برادرها شاید که برادر امی حرکت کنه شاید رایی کنه که مو برادر امور شمور بیدی. از جمله برادر جان عزیز امی قدر اول در من رسیده که 50,000 روپیه بچه عطا اسماعیل گفته که ما رایی نوم اما تبال رایی نکده فهمیدی نه؟ در کدام کشوره؟ آمریکا. اول در من رسیده که 50,000 روپیه ما در تو رایی نوم اما تبال در دسترس از من قرار نگرفته. 80,000 افغانی یعنی مال برادر جان عزیز فقط از اینه که امیر بخیر در سر برسونم چادر پوش کنم. اگر چادر پوش نکنم 25 متر برادر جان عزیز یعنی مالی درازی ازیه. خب آره 25 متر درازی 8 متر بر ازیه. خب
این در برف جروی سمت نمایه فهمیدن؟ نه خیلی این سخت. مجبورین که برادر این چادر را مکنی. یاد دین بردن پایین چوبا و یا این چادر اینا دوباره استفاده میشه، قابل استفاده است نیست؟ اکثرا چی قابل استفاده میشه، خیلی کم شه، یعنی خرابی زیاد نداره دیگه. انشالله را با امید خدا را خیلی در احتیاط کشیدم. این چادر چی را برادر جان چوبایش را که دیگه خرج برادر جان زیز بل نکنه فهمیدی نه؟ آره خرج اضافی خب درست می اضافی هم اینمی موشه که برادر جان زیز 8 متر اونو جی بگر 8 متر اینمی جی برادر جان زیز اینمی سنگچینیر که منگیرنی 8 متر این منه چیز خلا این اتاق چی آشپزخانه زیر از این موشه برادر جان زیز یک 8 متر نانخوری فهمیدن غذاخوری هم غذاخوری هم نمازخانه فهمیدن درست هم نمازخانه هم غذاخوری او بلیزی که مایا یک دنه دالیز مایا فهمیدن خوب این دالیز هم پوره همو 8 متر مایا خو قد 8 متر موشه برادر جان زیز 25 متر خو 25 متر کلا درزیش میشه درزیش 25 متر برش میشه 8 متر خو یعنی برادر جان زیز هزار ازمر باید قوما و برادرها که در هر کنج دنیای انشالله که قوما و برادرها بیشن کسایی که خیرن میخواین کمک کنن انشالله که خانه ابوالفضل جان عزیز ما یگانه این خدمتگزار هستم محمد علی کسته یگانه خدمتگزار جامعه امزی ابوالفضل امزی قوم است. تشکر، خدا اجر پاداش بده شما را انشالله که سلامت و سرفراز باشین. یعنی قدر کارهای اونمو برادر جان عزیز خشتای خامه که ما را ممنون مونین، ما نوکرشیم، ما که یگانه خدمتگزاریم. تشکر، سلامت باشین. اینمی چیز را اینمی یک دنه آشپزخانه و غسلخانه را که همکاری امزی برادرها ایش غسلخانه ایش غسلخانه یا این طرفش ماشین خانه یا این میارم در همکاری برادرها ما جور کدوم خب منتها اینی منده اینمی بلنه منزل از دیگه که از این پر از اینه یا دیگه انشالله کیشم ردیف میشه. اینی میره اگر رفت تو جان برادرها اگر قنجره کمک کنه یک جهان ما ممنون میشم برادر جان عزیز. آلکو شروع کردیم دیگه، شروع کردیم ما را تنها نیلیم، ما را کمک کنیم که میره به امید خدا و 12 امام را جور کنیم. درست دعوت میدی که 20 ساعت دیگه در ما رسید و خیر باشین، سلامت باشین، روز خوش. خدا حافظ همگی برادرها را سلام برسن و دیگه روشیم خوش. خدا حافظ.